شاید باورش سخت باشه که این حرکت‌های سینمایی خارق‌العاده رو میتونی فقط با چند کلیک با هوش مصنوعی بسازی. با قابلیت جدید هوش مصنوعی رانوی به راحتی و فقط با چند کلیک میتونی عکس‌های ساده‌ت رو به فیلم‌های حرفه‌ای و سینمایی تبدیل کنی و حتی میتونی از عکس‌های ساده‌ت بدون نیاز به دانش تصویربرداری و تجهیزات حرفه‌ای تیزر تبلیغاتی بسازی. پس اگر می‌خوای بدونی که چطور میشه با این هوش مصنوعی این تصاویر فوق‌العاده رو خلق کنی، تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون مطمئنم با دیدن این ویدیو نگاهت به ساخت ویدیو و تصویربرداری و قابلیت‌های عجیب هوش مصنوعی که هر روز بیشتر از قبل شگفت زدمون میکنه تغییر میکنه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال پیکتوگرافی. همونطور که دیدید این ویدیو معرفی قابلیت جدید هوش مصنوعی رانویه. هوش مصنوعی رانوی از اون پلتفرم‌های هوش مصنوعیه که کلی ابزار جذاب برای خلق محتوای تصویری داره. همون چیزی که تازه تو آپدیت جدیدش اضافه کرده کنترل حرکت پیشرفته دوربین یا همون ادوانس کامرا موومنته که خلاصش اینه که الان دیگه میتونید فقط با آپلود یک عکس ثابت صحنه‌های داینامیک حرفه‌ای بسازید. حالا شاید بگید ما که نمیخوایم فیلم سینمایی تولید کنیم، پس این قابلیت به چه دردی میخوره؟ اگر شما یوتیوبر یا تولید کننده محتوا و یا عکاس هستید و قصد دارید تصاویر تازه و نوآورانه خلق کنید و یا حتی توی تیزرهای تبلیغاتی از زوایای جدید و خلاقانه استفاده کنید، این قابلیت میتونه کارتون رو خیلی ساده کنه و حتی اگر آنلاین شاپ دارید میتونید از عکس محصولاتتون بدون نیاز به تجهیزات حرفه‌ای و هزینه‌های اضافی به راحتی تیزر تبلیغاتی بسازید. این قابلیت به شما این امکان رو میده تا حرکت دوربین رو به طور کامل کنترل کنید و دوربین رو روی عکستون به هر جهت و با هر شدتی که میخواید حرکت بدید و عکستون رو به یک ویدیو تبدیل کنید. همونطور که میبینید این هوش مصنوعی این کار رو خیلی فوق‌العاده انجام میده و با حرکت‌های نرم دوربین به شما این امکان رو میده که بدون نیاز به هیچ تجهیزات خاصی ویدیوهای حرفه‌ای تولید کنید. شما حتی میتونید دوربین رو دور سوژه بچرخونید و هیچ محدودیتی برای حرکت دوربین ندارید. خب حالا بریم ببینیم که این قابلیت چطور کار میکنه. وقتی وارد سایت رانوی شدیم، ترای رانوی رو میزنیم و با یک حساب جیمیل ساین اپ میکنیم. تو این صفحه از بخش جنریتیو ویدیو وارد میشیم و از این قسمت مدل جن3 آلفا توربو رو انتخاب میکنیم. حالا از این بخش عکسی که در نظر داریم رو وارد میکنیم که اینجا بهمون گزینه کراپ رو میده که میخواید پورتریت باشه یا لندسکیپ. حالا از این قسمت وارد بخش تنظیمات دوربین میشیم. در این بخش میتونید گزینه‌هایی که برای حرکت دوربین دارید رو ببینید که افقی باشه یا عمودی، به حالت پن باشه که دوربین به اطراف سوژه میره و یا به حالت تیلت که دوربین تو زوایای بالا و پایین سوژه میچرخه. در این بخش زوم رو داریم و اینجا هم حالت چرخش تصویر رو در اختیارتون میذاره. شما حتی میتونید اگر ایده خاصی برای حرکت دوربین ندارید و یا اطلاعات کمی ازش دارید از این گزینه‌های آماده که اینجا هست استفاده کنید و یا اگر اطلاعات خوبی در زمینه تصویربرداری دارید میتونید تو این بخش برای حرکت دوربین پرامپت بنویسید و حالتهای مختلف دوربین رو با جزئیات مد نظرتون توصیف کنید تا نتایج دقیق‌تر و نزدیکتر به چیزی که مد نظر شماست رو بگیرید. اینو هم بگم که شما با هر اکانت 125 توکن رایگان برای جنریت کردن دارید و برای امکانات بیشتر باید نسخه پولی رو تهیه کنید که اینجا میتونید امکاناتی که با نسخه پولی در اختیارتون میذاره رو ببینید. اما با توجه به اینکه توی ایران امکان پرداخت دلاری برای خرید هوش‌های مصنوعی وجود نداره، من توی ویدیو جداگانه توضیح دادم که چطور میتونید از هوش مصنوعی پولی به صورت رایگان و نامحدود استفاده کنید که میتونید ویدیوشو از لینک بالا ببینید. اگر هم میخواید از جدیدترین و کاربردی‌ترین هوش‌های مصنوعی برای تولید محتوا با خبر بشید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید، چون من هر هفته کلی ویدیو در زمینه هوش مصنوعی و تولید محتوا باهاتون به اشتراک میذارم. خب من عکسمو تو این بخش وارد کردم و تنظیمات مد نظرمو هم انجام دادم. حالا روی گزینه جنریت میزنیم و منتظر میمونیم تا ویدیومون آماده بشه و اینم نتیجه کار. همونطور که میبینید از یک عکس ساده که بهش دادیم یک تصویر فوق‌العاده حرفه‌ای با حرکت‌های نرم و جذاب دوربین بهمون تحویل داد که میتونیم ازش تو ساخت تیزرهای تبلیغاتی استفاده کنیم. اگر هم میخواید در مورد اصول اولیه پرامپت نویسی و روش‌های یادگیریش بدونید، این ویدیو رو از دست ندید.